صبر گاه یک انتخاب نیست، یک اجبار است. صبر گاه یک مسیر است، یک مسیر پرخم و پیچ که معلوم نیست به کجا ختم می شود. در این مسیر عشق قوی تر می شود یا کم رنگ تر. این سوال است که فقط زمان برایش پاسخ می دهد. بهروز فکر میکنی اینجا کس بیایه؟ اینجا خو هیچ کس نیست. می هر روز اینجا زیاد نفر می آمد. امروز خو هیچ رخصتی کس است از او خاطر. امروز خو هیچ کس نیست. کم پیشتر نریم میشه کسی باشه. چند حوصله کن از دور یک زنکه میشم بره. شار میرین؟ بله بله. بین بالا شار. بهروز بیا بریم دیگه، اینجا گرم است. پیشتر میشه یگان سواری دیگه پیدا یک کنیم. نفر دیگه هم پیدا شد باز میریم. اینجا دیگه هیچ کس نیست. پیشتر میریم یک درا کس پیدا کردی باز بشه. بسیار گرم است. پیشتر بشی که میشه درا باز کدام مرد پیدا شد بشینه. سر است. امی موتر تیل نداره. من خدا بدست مندازم اونجا تانک تیل نزدیک است اونجا میرسم. چیز مشکل خود نیست از راگه که دیگه میریم. درست است بیادر. نه بهروز از راه نرو یک دفعه تکر نکنیم. نمیشه، چیز مشکل نیست ازم کم راسته. فقط بدست خود مندازیم زود دیگه با تیل خلاص میشه. موتر گل میشه دیگه. چیز نمیشه، خیلی تشویش نکن. تیل خلاص کردم. خیلی شما باشین، من موتر تیل میکنم. تانک تیل اینجا نزدیک است. صحیح است. اول موتر تا تیل مینداختیم بعدش سوار میوردشتیم. یا اگر کم مانده رو سر. یک دقیقه ما پایین شم. نیست بشه. میشه، مشکل نداره.
پاشو بیادر دیگه راه را الا چی میکنی تو؟ حوصله کن لالا جان، یک دقیقه حوصله. لالا مردم کار داره، حوصله را چی کنه؟ نه خب بیرس آمدی خدا زدت نه؟ تو چی میفهمی که ما چی؟ هیچ کس کسی رو درک نمیکنه. شیرم کرایتان خیبتین تیل مندازم. چند میشه بیادر؟ 100 روپه. من از نمی را بالا شدم و 50 روپه میتونم. مشکل نیست. خو 1.5 لیتر هم نمیشه. بچه چی میشه؟ شوهرم است. پدر مادر بیادر خواهر اونا ندارن؟ دارم. هر کس با خود زندگی میکنه. ببخش لالا جان. جان لالا. می موترم اونجا تیل خلاص کرده. فامیل ده موتر است. یک 350 رو به خودم دارم. 500 تیل پرتو به خاطر که باز برسانه تا خانه. این موبایلم پیش ضمانت باشه تا شام پس پیسه تا میارم. اگه ناوردی باز چی؟ اگه ناوردم موبایلم از تو باشه. موبایلت خود قدر ارزش نداره مگه بیاری. وعده است میارم. دوزی خو نیستی؟ خدا از خودم است. فامیل ده موتر شیشته از او خاطر آمدم پیش تگنه از خودم است موبایل باور کن. بختر که فامیل ده موتر است بر تیل اندازم. خیر ببین. اما تا شما بیاری بختر که ما مساوی داریم. وعده است حتما برات میارم. خیر ببین. درست از خیلی موتر تا بیار که تیل. اینم دقیقه میارم. ای باشه پیش میارم. برس است. خاطرش نوستم. ببخشی. همین طرف صحیح است. ها یک زویه سمت بگی. صحیح است. بازش کن. باش. ببخشی.
شخصی میشه پیسه دیگه تا حتما برات میارم بخیر دلت جمع درست باشه. است. خوب است. خیلی بخیر برید. قربان بیشتر تال هیچ نامد هر جا که می بود تال خو می آمد باش خیز یک زنگ بزنم برش ببینم که کجا هستک هیچ تال متوجه نشدم که یک زنگ می زدم برش هیچ تلفنم هیچ نبرده در چارج مونده دل من آرام ساختک چطور شوه حتی سازی دختر بیانی زنجان چرا خار هستی؟ پیزا بخور. دو پیتزا که آوردی خودت بخ که سیر شوی. حالا اگه دفعه کلان که میارم میگی زیاف میمانه او سو خراب میشه وقتی که خورد میارم باز خار میکنی. خو یعنی به خاطر گپ ما آوردی؟ خو خیلی گپ مرا قبول کردی خب صحیح است. ما میخورم. دیروزا فکر کنم کار موتر فروشیت خوب است. یک دو تا موتر فروختم یک دل اگر شد خو یک دلکش فایده است. خدا را شکر. برو شکر است. وادیت خزیت نرفته. چوری را واده کرده بودی برام. میگیرم برای کدام وقت از واده تیف شدیم سال تیف شدیم. مکتر خوش کردیم. امور باز برام دیگه. بیاسه بیا آستا 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 بریم حالش سلام علیکم السلام خوب هستین صحت باستی صحت خوبه بخیر اومدیم بشین کجا بودین کمک کار داشتیم بیرون بشین هیچ یک دفعه نگفتیم بخیر مرا با تشویش ساختیم میبخشین مادر جان زیاد تعجله رفتم بیروز زنگ زده بودم بهش گفتیم ما بر بیروز جانم زنگ نزدم گفتم باش که با تشویش نشه حیران مانم کجا رفت خب کم ضرور کار داشتیم بجل آمد حتما فکرش داشتم خیر باشم من خیلی میرم کار تو دیگه متوجه خود باش شما متوجه تان باشین دیگه خب بشین نان تیار است که دیگه پخته شده نان بخور دلم نمیشه مادر جان شما نان بخورین باز بعدم بیرو یگان چیز خواد خوردم
یک کار ضروری دارم، باید تا شام رو خلاص کنم. متوجه باش، بخیر باشی. من خسته هستم میرم. برو بچیم بنای بخورم. راستی مادر جان، بله بچیم. لالایم خانه آمده؟ آمده خانه استک. گفتم 1000 پس پیش میگرفتین، بیشتر مریض است، باید برش دوا بگیرم از او خاطر. درست استک میگم بریم. بگویم برش ببخشین. خیرت است مادر. بچیم بیادرت 1000 کار داره بتشن. 1000 نه اما 2000 بتشه که خانمش مریض است. مادر اقا جنجال در گردن ما است. کرای خانه بل برق اقا مصرف. بازی جنجال های اضافگی هم سر ما. از کجا میشه؟ نه موتر فروخته میشه، نه کاروبار است، هیچ گپ و هیچ سخن نیست. پیسه بده. بغزانه که از اونجا یک 500 بتشن. راست میگه مادر جان. امین نایت بیچاره صبح تا شام گم است. موترش کلش در تمام روان است. یک کار نمیکنه. خیر بچیم اون بیادرش استک. باز خانمش مریض است، مشکلات داره. همون یک ذره خودتون نصیحتش کو برش بگی یک ذره احساس پیدا کنه. می بیچاره از کجا کنه. خیر بچیم. هم 500 یک بر داده بودم دو بجوست مرا موره باز ما بر پسند میکنم. ما بگیم. ها بچیم امیر گفتارم امیر داد خواهم. صحیح است، خیر باشه. خیر بچیم خدا حافظ. دیدی مادرت چه قسم سل میکرد؟ در این خانه ما یک پیتزا را صحیح خوردن نمیتونم. یک لقمه نان ما آرام از گلونم تیر نمیشن. گمش قضیات پشت گپ نگرد. بخوام ببینم مادر را سعی میکنه چی رو بخورم زار شد سرم. بارها برد میم که حداقل خیر از اینمی قصرش تیر استم برده یک دو دقیقه کرا برم بگی خو مر از این مردم جدا کو. بگی بچه میرم تو بخو. بس از خدا. خسته شدیم خدایا، خسته شدیم دیگه، توانش ندارم. بس از خدایا، بس از دیگه توانش ندارم. به خدا دیگه توانش ندارم. آخر چرا باید تمام جنجالا رو من ببینم؟ گناه من چی است؟ مرا خیره گناه بیشتر چی است؟ او چرا باید از خاطر من این روزا را ببینم؟ بس است.
از دیگه تحمل ندارم، دیگه نمیتونم. مرا خو خیره دبلم به دنیا میایم. اون چی کنه یا من تو باشم، تو گشته باشه، در بدر باشه، دستش پیش هر کس دراز باشه. بس است دیگه خدایا، بس دیگه نفس کشیده نمیتونم. کنوی خودم است. کاش که مامور از کپ رئیس ما را قبول میکردم. کاش که تشکر از تک تک شما عزیزایی که شنونده برنامه ما بودین، تماس گرفتین و با تماس گرفتنتان برنامه ما را زیباتر ساختین. رسیدیم به لحظات آخر برنامه و برنامه را ختم میکنیم با یک آهنگ همتون مست و افغانی که مینا جان آخرین شنونده ما تماس گرفته بودن و با ما فرمایش دادن. آهنگ بشنوین و تا روز بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و نگهدار تک تک شما. ماشاءالله ماشاءالله. خواهرک نازم چطور هستی؟ تشکر لالا جان. بخیر پیش میره برنامه؟ بخیر باشی. خدا رو شکر. خدا رو شکر. امروز بسیار زیاد خوشحال هستم به خاطر از اینکه همراه با یک خبر خوش، او هم خاص و ویژه فقط برای خودت آمدیم پیش. چقدر خوب. به خدا در روزا ما و شما بیخی از خبرهای خوب و خوش دور بودیم. دیگه چی از خبر خوش؟ حدس بزن که چی باشه به نظرت؟ یک ورق خو معلوم میشه که در بین از ورق بسیار گپ هست. گفتن برات میگم، مگم پیش ازی باید بر ما بگی که اولین ماشت که گرفتی بر ما چیزی میخری یا نه؟ ورق قرارداد است. آجان لالش. خدایا هزار بار شکر، چقدر منتظر این روز بودم. به خدا تشکر لالا جان، تشکر. یعنی بعد از این ما و شما دیگه هم کار رسمی میشه. ان شاء الله 100% بخیر. چقدر دلهوره داشتم، تشویش، به خاطر که آدم وقتی رسمی کار نمیکنه خودت میفهمی دیگه چقدر تشویش می داشته باشه. دیگه ایرم چی کنم، کجا برم؟ ایرم مدیر صاحب برام داد. گفت که بتمش برای خودت گرفته پیش رئیس صاحب میری، هم ان شاء الله بر امضا میکنه و هم تعیین معاش میکنه. این که دیگه چقدر تعیین میکنه دیگه خودش میفهمه. فکر نکنم از اینکه خبر خوش در زندگیم بوده باشه که یعنی شیرینی ما یادت نره. حتما من بیخی زبانم تطلا شده، از دست خوش هستم. خودت خیلی متوجه استودیو و نشرات باش. من دیگه بخیر میرم، تعیین معاش برام میکنم. باز حتما اولین معاش ما گرفتم. اگه لباس گفتی لباس برات میخرم، اگه یک کمش کم بوستی نان بخوریم باز میریم رستوران. برو بخیر، من فکرم است. متوجه باشی لالا جان. خب همین آهنگ ختم شد، باز دیگه چیزا جنگل یارو فرتی. خب حتما. سکرتر رئیسم نیست. چی کنم؟ برم منتظر میباشم میشه بیایم. خدای شکرت که این روزم رسید. چقدر منتظرش بودم. خدای هزار بار شکرت. این سکرتر کجا رفته؟ اوف. حال تو هیچ گپا نمیفهمی؟ من نگفتم که برای 1.5 ساعت هیچ سکرتر ضرورت نیست. برای 1.5 ساعت سکرتر به این سکرتر برو هر کاری که داری یک کارایت انجام بده. من نه سیستم برابر کردیم که نفره گفتیم که بیاره بدنام بندازیم می آمده و همه سکرتر چی میکنی؟ خدا چیز کنم که میآید دیگه. این تو باشه کل چیز سیست باشه ایرم خراب کرد سکرتر. بخیر بیا دیگه. بیا بخیر بیا. بخیر است میرم. بیس از قرارداد خبر داره.
ببینم هست نیست. خدای خودت کمک کن دیگه. رئیس اجازه است؟ هنوزم وقت است. بیتا این تصمیم تا بگیری. اگه خواستی باز من در خدمت هستم. جواب ما رو چی بود؟ چی گپ است؟ چی میخوای ندارم؟ چی گپ است؟ بوی چی گپ است؟ سونی که دیگه سعی نکنی.